سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. پیشتونیم با معرفی ساعت آویاتور داگلاس داکوتا که با دقت نظامی و با ظرافت قدیمی توجه همه رو به خودش جلب کرده. من یه توضیح مختصر راجع به هواپیمایی که این ساعت ازش الهام گرفته شده رو براتون توضیح میدم. هواپیمای داکوتا یا به اصطلاح سیان 47 یک هواپیمای ساخت آمریکا بوده که برای نیروی هوایی ارتش آمریکا استفاده می شده. نخستین پرواز این هواپیما 23 دسامبر 1941 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. بالای 10,000 از این هواپیما ساخته شده برای نیروهای هوایی کانادا، آمریکا و نیروی سلطنتی بریتانیا. در داخل ایران هم در دهه 40 به شکل گسترده از این هواپیما استفاده می شد. شرکت هواپیمایی هما و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران از کاربران این هواپیما بودند و ناگفته نماند این هواپیما در مرداد 1400 در داخل پارک بعثت تهران به نمایش گذاشته شد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. بریم برای معرفی خود ساعت زیبای آویاتور داگلاس داکوتا. کارکرد این مدل ساعت شمار دقیقه و ثانیه شمار هستش. ساخت سوئیس یا به اصطلاح سوئیس میده، تمام اتوماتیکه. این ساعت هم از طریق کوک و روتر قابل شارژ شدن هستش و تا 38 ساعت ذخیره انرژی داره. یعنی اگه این ساعت تا 38 ساعت توی دستتون نباشه همچنان در حال کار کردن هستش. در غیر این صورت هم از طریق کوک و یا با حرکت دست یا روتر شروع به کار میکنه. موتور این ساعت 26 جواهره و اعداد و اندکس این کار با مواد سوپر لومینووا که یکی از شاخص فلزی یا به اصطلاح شبنما هستش پر شده. قاب این ساعت فولاد ضد زنگ سنبلاست یا استیل 316 هستش و ضد حساسیت. قطر این ساعت 45 میلیمتره و در ارتفاع 11.85 میلیمتره. 130 گرم هم وزن این مدل، یه وزن خیلی ایدئاله. تاج یا سرکوک این کار بدون پیچ و مهره هستش دوستان و صفحه کاملا ضد خش ضد تابش با پوشش کریستال یاقوت کبود هستش که کاملا مقاوم و عالی ظاهر شده. اما ضد آب بودن این ساعت، فکتی که راجع به تمامی ساعت دوستان سرتاسر جهان میتونم بهتون بگم اینه که افراد براشون خیلی ارزشمنده که ساعتی که توی دستشونه تا چه حد ضد آب هستش، هم برای جالب بودن و کنجکاوی و هم کاربردی. چه بسا که بعضی از افراد اولویت انتخاب ساعت براشون ضد آب بودن ساعت هستش و ضد آب بودن این مدل داگلاس داکوتا 10 ATM هستش. یعنی حداقل توان فشار آب تا 100 متر یا 330 فوت رو داره و کاملا مناسب استحمام و شنا هستش. نه قواسی، سگک ساده استاندارد 22 میلیمتر در 18 میلیمتر و بند چرم طبیعی گوساله قهوه‌ای که بدون بخیه از 3 بخش یک پارچه سازی و چرم دانه‌ای و لایه میانی متضاد که پشتیبانی سفت و سخت در کنار سطح چرمی نرم راحتی بیشتری روی مچ شما ایجاد میکنه. دیال یا صفحه شخصی شما سطوح مات و پولیش خورده که از پانل کابین داکوتا الگو برداری شده تا به ترکیب و ظرافت خالص پیچیدگی نظامی اشاره خاصی داشته باشه. از دقت و ظرافتی این کار نگم براتون. کیس از 3 قسمت متقارن تشکیل شده: قاب روی، قاب بدنه و قاب پشتی، با استفاده از ترکیب پولیش زدن سنت بلاست یا منحنی های گرد، سطوح مات و ساده، تیغه های خمیده تناسب مناسبی روی مچ دست شما ایجاد میکنه و توجه رو به سبک منحصر به فرد مینیمالیسم و قدیمی جلب میکنه. دوستان انا گفته نماند نکته آخر در دیزاین طراحی این ساعت از ابزار و نشانگر و وضعیت کابین خلبان داگلاس داکوتا شکل گرفته و الهام گرفته شده. یعنی قاب پشتی این ساعت عملکردی رو تکرار میکنه که جهتگیری هواپیما رو با توجه به افق و زمین اندازه‌گیری میکنه و برای محافظت در برابر خراش با کریستال پوشانده شده. و در آخر شما میراث حمل و نقل هواپیمایی داکوتا رو در کنار تکنیک ساعتسازی شرکت آویاتور و کشور سوئیس مشاهده میکنید.